از دوران بچگی عاشق این بودم که مجری بشم. یعنی حتی موقعی که با مادر بزرگمم شیرینی درست میکردیم، من حس بخانه برمیگردیم به میگرفتم، وای میستادم میگفتم عزیزانم 2 عدد تخم مرغ و بقیه ماجرا. همین باعث شد که من توی سن 20 سالگی رفتم کلاسای مجریگری آقای امیرحسین مدرس. کلا شرایط جوری پیش رفت که من نرفتم و ادامهش ندادم. اما چند هفته پیش یه خانم صدا برداری صدای منو شنید و من رو ترغیب کرد که حتما کلاسای گویندگی رو شرکت کنم. خیلی برام جذابه. الان از اون کلاس تقریبا 5-6 جلسه است که میگذره. تجربه بامزه‌ایه برام. واقعا دوستای مهربون و عالم و دانایی پیدا کردم. نمیدونم اصلا ادامهش بدم ندم یا اصلا انتهای این ماجرا چی میخواد بشه، ولی خواستم بهتون بگم که ناخودآگاه اون عشقی که از بچگی توی ما هست، اگه که بهش پر و بال بدیم، اگه حواسمون بهش باشه، شاید خیلی نتیجه های درخشنده‌ای برامون داشته باشه.